آیا فکر میکنی زیبایی های هنر ایرانی فقط به تخت جمشیده؟ قطعا اشتباه میکنی. من اومدم امروز در مورد یکی دیگه از زیبایی های تاریخ ایران با صحبت کنم. اسم این زیبایی ها، اسم این شاهکار طاق کسری. بچه‌ها قبل از اینکه ویدیو شروع بشه میخوام ویدیو رو استاپ کنید، بعد کامنت بذارید که در مورد این طاق کسری چقدر میدونید. خب بعد ویدیو رو لایک کنید، ادامه ویدیو رو ببینید و در آخر ویدیو با اون صحبت های من مقایسه کنید که ببینید چقدر در مورد این طاق کسری اطلاعات دارید. بچه‌ها حالا میخوایم در مورد طاق کسری صحبت کنیم. حالا کامنتتون رو گذاشتید، لایکتون هم کردید، بریم سراغ طاق کسری. بچه‌ها این طاق کسری به عنوان یکی دیگه از شاهکارهای هنر ایرانی ثبت شده. بچه‌ها اسمش طاق کسری. البته طاق کسری اسماً طاق کسری، رسما ایوان کسری، ایوان طوری بود. حالا قصر طوری بوده، ایوان خیلی بزرگی داشته بهش میگفتن. بچه‌ها حالا من عکس، حالا فکر نکنید اون سازه پشت سرم همون طاق کسری، نه، این یه سازه‌ایه که ما فقط گذاشتیم برای قشنگی، که حالا قشنگی توی تصویر باشه با این برف خوشگلی که داره میاد. بچه‌ها طاق کسری رو من براتون عکسشو میذارم. الان داریم عکس طاق کسری رو میبینید. همه اینا که بگذاریم، این سازه کجا هست؟ بچه‌ها این سازه حدود 40 کیلومتری جنوب بغداد. بله بچه‌ها این حالا طاق کسری جزو بقایای شهر کتسیفونه. حالا یه اسم خیلی سختی داره، ما خیلی خلاصش کردیم. بچه‌ها در اصل طاق کسری قصر اون همون کتسیفون بوده. بعدش حالا زمان ساخت این طاق کسری به این زیبایی چه بوده؟ بچه‌ها بین سده 3 تا 6 بوده. حالا اینجا یه شبهه‌ای وجود داره که این سازه رو چه پادشاهی و چه کسی ساخته. کاری نداریم به این که چه سلسله‌ای و چه کشوری اونو ساخته. قطعا همه میدونیم که سازنده طاق کسری ایرانیان بودن و هنر ایرانی توی اون طاق کسری به کار رفته و هنر ایرانی زبان زد آما خواسته. بچه‌ها یه سریا میگن سازندش خسرو پرویز بوده، یه سریا هم میگن سازندش شاپور اول بوده. بین این دوتا شک دارم. کامنت، لایک